چندین نفرانی دیگر که آنها هم در کرسی احتیاطی اند و صدای هشدار داور بلند گردید و قسم اولی رقابت دسته ها را در واخوری نیمه نهایی جام جمهوری تاجیکستان با هم تماشا داریم. باز هم یک فرصت خیلی بهتر هم بود، اما دفاعگر اینجا مرحله هم یک مرتبه به فینال برآمده بود. و چمپیون دو کاراته مملکت در سالها سفرعلی دوباره ضربه کنجی میزند. زود این نمد رو باز هم خیلی هم ضربه مناسب، باز هم رستم رو حسن شاید این لحظه در همین 4 دقیقه وقتی باقی مانده هم یک امکانیتی دیگر رو به وجود آورد. این مراتب باز هم امیرجان فرخزاد در احاطه 1-2 1 به 1 با دروازه‌بان اندکی دیگر با کنار چپ باید پرتاف انجام دهد. بله مراد داری انا همین لحظه رو بیاد تماشا میکنیم. حالت نوبازی علی 4 نفر مبارزه برد، اما اینجا کسی نیست از بازیگران دسته ریگر. دلیر شامرادوف این حالت رو رفع کرد و صدای هشدار داور بلند شد. همین طور قسم اولی بازی دسته ها در بردو ریگر تدز رو شکست داد. اما روشن خیلی سالهای دراز است که در این مرحله، یعنی به مرحله نهایی نبرآمده است. باز بیا توجه میکنیم باری دیگر به همین لحظه باز هم سفرعلی کریموف اینجا کار کرد. عمل کرد سفرعلی کریموف خیلی مساعد بود. بعدا یک پرتاب انجام داد که در همین روند هم این ضربه عالی او خیلی دیدنی عبدالرحمن سر جایزه میتواند که باز هم جالبتر بر رحمان ندیم کان سی بود برای بیاد باز سفرعلی کریموف. بعدیانه که فیروز قرایف کم سراسیمگی کرد برای همدستگانش به وجود آورد. سفرعلی در اجرا این حالت ها خیلی هم امیرجان سفرف وقت انجام یافته از حلقه ما صدای هشدار داور رو انتظاریم. همین طور هم شد از سال 1994 این جانب دسته روشن به دریافت جام شرفیاب نگردیده است.